حالا حسابرسی تموم شده. دادگاه الهی به پایان رسیده و جایگاه نهایی هر کسی مشخص شده. میلیاردها آدم الان به دو گروه تقسیم شدن. یه عده میرن بهشت و عده دیگه به دوزخ میرن. کسایی که پشت درهای بهشت منتظرن پر از شادی توصیف نشدنی و کلی هیجان هستن و منتظرن که وارد خونه آخرتشون بشن و بالاخره درهای بهشت یکی یکی به روشون باز میشن. آرامشی رو حس میکنن که تا به حال هیچ وقت تجربه نکرده بودن. انگار همه بارهایی که روی دوششون بود برداشته شده و بعد یک نور ظاهر میشه و همه جا رو روشن میکنه. و صدای فرشته های بهشت شنیده میشه. سلام بر شما. شما پاک شدید. پس داخل شوید تا برای همیشه اینجا بمانید. مؤمنین با صورتهای درخشان و نورانی قدم به قدم به سوی خوشبختی ابدی گام برمی‌دارن. توی اون لحظه هر سختی و هر آزمایشی که تو این دنیا متحمل شدن معنا پیدا میکنه، چون صبرشون الان با نعمتهای بی پایان پاداش داده شده. دیگه هیچ خستگی، هیچ مرگی و هیچ اشکی در کار نیست. بعدی یه سوال، آیا اونجا هم بهار و زمستون هست؟ و آیا موندن برای همیشه حوصله سربر نمیشه؟ این سوال تو قسمت بعدی جواب داده خواهد شد.